کنیم برات؟ میخوام که به ما کمک شما، من دیگه میدونم در داور تصویر است. درس هم خواندی؟ تا صرف 12 را. الله دستای تا مولا کرده چی اولا چیز برام نه خاطر کار بیادر یعنی جعفر دفعه که امروز خونه کس بپوشیم بیادر حتی پالون از خودمونی بوت از خودمون است. حال چطور میل جلال خانه کسی؟ چطور خونه کس کم سرشو میل رو خونه درسته مرا سنج جخ کرده. سلام برسم وطنای عزیز، خدا کنه که جور و سلامت سرحال باشین. باز هم یک روز برفی است و ما امروز کوشش میکنیم به کمک برادر ما رضا جان بر هموطنای عزیز ما حداقل بتانیم هم پول یک روز کارشانه یا کمیابیش برشان بتیم و ببینیم که کی قسمت خدا در کجا قدما سر میخوره و قسمت خدا میگیره. ما را بیننده باشین. واقعا روزای سخت در پیش است. برفی که میباره از یک طرف برای پروردگار عالم رحمتش است که سر ما نازل میشه و از طرف دیگه هموطنایی هستند که نان شب و روز و چوب سوخته ندارند. با امید از اینکه تک تک شما کمک کنین و هموطنای عزیز که در هر جای است ما کمک برشان برسانیم. زیاد خنک خورده مگه گپایم تا و بالا میشه، ما را ببخشین و ببینیم که کفترکای نازنین هم قسمت خدا میپالند که باید بخورند. چهار طرف متوجه باش. چطور هستی خورد؟ خوب هستی؟ چی میکنی بچم در این روز؟ در این روز برفی؟ نه روز میمکنم. خانه تان کجا است؟ چارقله. چارقله چاردی؟ نیم وزیره با. این از اونجا میایی؟ حالا خب برف هستی چی رقم تو اینجا ششتی دی برف؟ چطور کنی تو کارگر نداری؟ کی هستی؟ بزرگترین آرزو چی است؟ میخوایم منزیا برویم. چرا خورک دلکت؟ آرزوی تمیز که از این بدبختی برایین. اینی از وضعیت هموطنای ما واقعا دردآور است.
در این روز برفی که آدم باید در کنار خانواده خود باشه. این خواهر ما از مجبوری آمده با زیر برف که رحمت الهی است باید ما خوش باشیم، اما هستند کسایی که در این وضعیت زندگی میکنن. در خانه چی موندین خوارک؟ در خانه او جوش میکنی؟ در بشکه زیر پایتان میگن؟ زیر صندلی میبری. والله چوب زغال صندلی هیچی نداره. برو بچه ایت نخریدین؟ نه. او جوش میکنین باز؟ زیر پای میبری. کلتان؟ بیا درکای خود دستم. درکده. خور نمیارم این مریض نشه. گفتی در کجاست خانه تان؟ به چاقلا. به شیرپور. خو سرک نورد. چی باید کنیم برات؟ میخوام که با ما کمک شما من نگه میدونم کل دستکات کل سرخ گشته از دست خنکی. چرا او خورد که یک حالت کلوش کن؟ تو حتی یک چتری هم نداری که در سرت بگیری ها؟ نه. امروز باید چند پیدا کنی که تو بری پس خانه. از خواهد که بگم خرچی ما برایم. یعنی در چند قناعت داری؟ ساعت 1.5 ساعت 50؟ دیگه کرایم نمیشه. خواه دیگه از اینجا کرام باید بتینی؟ 3 4 این 4000 بگی خوارک. امروز برفیز دیگه فکر کو که نمیره چند روز کار کردی دیگه نبیا اینجا. خب صحیح؟ چرا بچم گریان داری؟ کاکا نه پدر داره، مادرم مریض است، هیچ چیز نداره.
در کجاست خانه تان؟ خانه ما بگرامی. چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 7 نفر. ولی قلم هم مفروشی؟ دانه چند؟ دانه در پا. چند فروختی تا بالا؟ تا بالا را 3 تا فروختم. 3 دانه؟ خب علی برف و باران هست که بچه یک دانه چتری باش که ما بیارم. خب یخت زده ای برف هست که دیگر هست که خدا خانه میشیستی. چی کنیم کاکای چیزی نداریم. اینی وضعیت روزگار و زندگی ما هموطنان عزیز امیدوار هستیم که مشکل حل شد و یک راه حل برای مردم ما پیدا شد. تمام ما ناچار هستیم. خب بازی پیسه را چی میکنی خودت؟ میبرم به مادر میته دوا میگیره به خودش. چی مریضی داره مادر؟ مادرم تکلیف سر داره. خب صبحی چند بجه آمدی؟ صبحی وقت آمده بود. خب چند باید کار کنی باز بری خانه؟ هر چند دیگه شد تا دیگر هستیم میرم خانه مای خواره که باز در مادرم چی یک دواش خلاص شده بود میریم در مادرم دوا میگیریم. همه حالا میلرزه از خونه کارم. اینی وضعیت است دیگه. خب بچم ما حالا تو را پیسه میتم. خب دیگه چتری را بگیم باش که اینجا مردم جمع میشه باز 1 2 بچه می 2000 پر بگی. خب ببر به مادر دوام کو امروز فکر کو که میره کار کردی. خب صحیح اینجا دیگه نباشی. صحیح به خونک است. صحیح برو بخیر. چی میکنن بچم شما اینجا؟ حال تفریشی. نامک چی است؟ یلدا جان خانه تان در کجاست؟ در جیشیر. این از اونجا میایی؟ پدرت چی کار میکنه؟ پدرم بیکار است، مریض است. در خانه است؟ بیادر کلان نداری؟ نه 2 تا دارم خورتالک است. خب این چیت میشه؟ وارم. چند کار کردی امروز بخیر؟ ایچ. چرا؟ هیچ کار نیست. کراچی و نو یا نامد امروز نه برف است. در خانه تان چی ماندین؟ صندلی و بخاری؟ هیچ نمانده. چرا؟ پیسه نکردیم کار. باز دم خانه یخ میشینین؟ باز خنک نمیخورین بچیم؟ میخوریم. وای پروردگار عالم چرا خودت سلفه میکنی دختره؟ مریض هستی؟ خب باید چند کار کنین روزکی باز برین خانه؟ هر چیز که کار کنیم دیگه مادرم میگه خیر است. خب باز پیسهش چی میکنین؟
در خانه سودا میخریم بخوره کار اینجا داره کار. کاریگر شما هستین دیگه فعلا. حالی برف و باران و سایکو چرا برآمدین شما بچه؟ خاطر کار برام در خانه پیسه نیست. از مجبوری برآمدین؟ خب دستکای تا یک زده قند کاکای سایکو تو سرخ گشته بیخی. حال تو دستکش نداری که بپوشی؟ نه. کل جانت هم تر شده. مریض نشی؟ نمیشه. هموطنا اینی از روز و روزگار ما و واقعا دردآور است و کسایی که در خارج همی لحظه میبینن این نمونه بارز یا یک نمونه کوچک اطفال عزیز ماست که به این حالت زندگی میکنن. به میلیون ها، به صدها، به لک ها افغان ما نه در کابل که در تمام ولایت ها به مت مشکل دچار هستند و خداوند رحم خدا کنه و ما از شما تقاضا میکنیم که در هر حالت دست هموطنایتان بگیرین انشالله خوار نمیشین. باش که لالای دیگه هم چی میگه. حال چی گفتنی داری برای مردم که چی کنه بر شما؟ نه چیزی کمک کنه برتان یا نه؟ چی کمک کنه مثلا؟ کاکا جان برو طرف. ایمی پیسه بده که کرا خانه ما نبده. دیگه چیز پیسه دوای پدرت مثلا نار روغن برنج امیه. خب یعنی اطفال ما که چند ساله هستی بچیم؟ 6 7 باشی؟ نه من نمیفهمم. 5 ساله باشه؟ از 5 سالگی از 4 سالگی وقتی که دست راست و چپ خودم نمیشناسه تا فعلا میگه برای ما کمک کنید که ما کرای خانه بتیم، آرد داشته باشیم، روغن داشته باشیم. یعنی ما برازی ساخته شدیم که وقت تولد میشیم دست راست و چپ میشناسیم، بعد از او باید چی کنیم؟ در فکر روزگار باشیم، در فکر کرای خانه باشیم، در فکر از این نباشیم که ما بریم باید به پارک، ما باید بریم به کودکستان، ما باید بریم به مکتب تا آینده ما درخشان شود. فقط ما به خاطر همی ساخته شدیم که سرگرم روزگار خود باشیم، بدبختی را تجربه کنیم. باشین بچه مامیجا. نامک چی از بچیم؟ چی میکنی؟ چی میکنی بچیم؟ خانه شما کجاست؟ علای زمان خان. خب از اونجا میایی؟ چند کار کردی امروز؟ امروز سوال دسلاف نکرده. دسلاف نکردی؟ خب چند باید کار کنی که باز بری خانه؟ ساعت میجا چل نمقایه کار شد که بریم دیگه بر خانه نان بخریم ببریم به خانه که بدرکم گشنه بپایه. خب نامک تو چی از بچیم؟ توحید. ای بیادرت هست؟ نه. خانه شما کجاست؟ پول چرخی. این از اونجا میایی؟ امروز چند تا را فروختی بخیر؟ یک تا. یک کل روز؟ پدرت چی کار میکنی؟ مایی بس. کاریگر تو هستی؟ باز در فامیل چند نفر هستی؟ 8 نفر. 8 نفر. 8 نفر خودت میچلانی با کمک پروردگار؟ بیادر خوردم دارو ما میای خلطه فروشی. همین روز که خوب کار کنی چند میشن؟ 100 روپه، 80 روپه، 90 روپه. خب یک 20 روپیش خود کرام میره دیگه؟ امروز چند باید کار کنین شما برین بخیر؟ 50 روپه، 50 روپه، 30 روپه، 20 روپه. خب یعنی دمو قناعت دارین دیگه؟ خب با جای 50 اگه 500 کار کنی خوب نیست؟ هست. اگه 500 داشته باشی چی میکنی؟ میرم خانه. آفرین. این پیسه کار امروزتان است خب؟ ما اینا بچه میره بگی اینا یا هم خوراکت است یا هم پیسه کار خود ببره دیگه. صحیح است؟ حالا کجا میری بخیر؟ سر. اینجا بیا. کجا میری بخیر؟ خانه میری؟ اینجا نباشی دیگه خب؟ امروز اینا کار کردی بخیر در خانه بگو امروز 500 سودا کردیم خب؟ مجھے یک بای بای کنین کلتان. کمر بسته دارم.
بیگی از بغل بیگی که الله بگر بیخی در داور تصویر است. اینجا پالوان جان یک دقیقه از کجا آوردی لالا؟ ایران والا با کوچه پایین خواه یک نفر داده. خانه کجاست کی کارو؟ خانه در سرای پانتونه. حال چوب سوخت ندارین در خانه؟ نه والا. خوی را چی میکنی باز؟ میرم میبرم در تندور نان پخته میکنه. این از سرایی آوردین؟ نه این از چی آوردم پل سرخ. خواه چی کاربار میکنی؟ خودم در سلمانی شاگرد هستم. خواه روز چند میته که؟ هفته 200 روپا میته. اوه خب کرای کم نمیشه. را چی کنی؟ کمرت بسته کردی تا کجا باید ببری را؟ تا سرای پانتون تا خانه تا اوچارای بالا. تا پیش پانتونه؟ آه او بچه دایی خانه که میتونی را بری؟ چی کنی؟ مجبوری دیگه؟ مجبوری دیگه با تندور میگیره. تو کار کو که 2000 روپا را بگیم باز خانه دلت که چوب گرفتی یا زوال گرفتی سعیس خیلی خوش شدی یا نه؟ به شکت مرا دستتا به شکت من میگم به می خانه بر مادر پدر باید آدم زحمت بکشه نه؟ اینا لیره که بردی مادرکت خوش میشه میگن یک دو سه تندوره بچیم چوبش آورد خیلی بوده خانه برو بخیر پناهت به خدا بخیر باش پاک هسته؟ چند پاک میکنین؟ اونجا برو تو اونجا هو تا رو دسلاخ نکرده. چی میگی؟ بیخی صبحی وقت آمد. یخ ما زد بیخی. پیشتر هم در کوچه شما صدا. کوچه ما بودیم ما وقت. نه از صبحی اومدیم دیگه. تا رو دسلاخ نکرده. از صبحی وقت آمدیم. دین روز کدام خانه را پاک کردین یا نه؟ نه جای پاک نکرده. نه روز اول دو روز میشه کنه. زیاده از مجبوری بیاد. آمدیم برآمدیم بیاد استفاده بیاد. از خاطر یک لقمه که بیاد در خانه نان پیدا شه. هیچ چیت میشه. یا ندارم دلم سایه است دیگه. خواه کوچه مو میشینه. باز مثلا یک
4 بام بده چند پاک میکنین شما؟ هر چی که داد 50 داد 100 داد هر چی که داد 30 داد هر چی داد که این پیسه نام بره خرج خانه سرمو بخی زیاد است 400 500 تا مصرف میکنه فکر کنه خانه بره 400 500 پدرمون کار میکنه اون بره اینجا رو پام اگر شوه گفتیم کار کنیم بدر این 5 نه نخسن خانه ببریم نشد بدر از کل جای گشتیم نشد از هم صبح تا بال نه یک بجه میشه تا بال دسلاف نکنیم خانه میریم مجبور گشنه باشیم ما دیگه مجبور شدی دیگه دیگه چیزا نخوا باشیش هیچ چیزی نیست در خانه کنی سایت میده نه برنج نیست نه داده هیچ چیزی نیست انت از مجبوری اومده نیست و کمک الله بدن اینه که بیا توکل ما به خداوند بیشتر یا کارچیونی بدر یا تشریف کشی بدر هر چی که شد نه پیش نمیبریم بدر نمیشرمیم هر چی که دو تا پیش میگیریم نه میبریم حالا یک نفر اگر بگه بیا که بیادر اینجا تشناب است گلابرید بکش میکشی میشه غریبی ننگ نیست لالا درسم خواندی داره میکشم میدن درسم خواندی؟ تا صرف 12 الله میگه میکشم بشه لالا بیا تشناب میکشم جنگلی میبرن پشت میگیرم میبرن هر چی که باشه ما برات میبرن از خاطر کی کار میکنی؟ از خاطر مادر پدر؟ از خاطر پدر که بیادر یک 5 دانه نان خانه ببری بیادر همون دل از خوش شد آخرش بیکار بیروزگار شو نمانده دکان داشتیم و تا جای برسه تو با تشنابم گلابرید بکشی بیام حاضر است حاضر است هر چی باشه میکنه اما هر کار که باشه ما میکنه به خاطر چی؟ از خاطر که بعدا خرج خانه پیدا شه خانه بعدا خرج کار داره چوب کار داره زمستان بعدا چوب نیست در خانه تو مشکل است یک دانه چوب تو بگی نیست در خانه حالا نه روز 50 رو کار میکنیم بعدا اگه اون شب اگه نشه جدی یک سه چوب میگیریم بعدا خانه میبریم خانه گرم باشه اشتکا خانه نخوره دنیا ما رو ببینیم کدوم گپ نیست 7 نفر هستیم فامیل همسایه از یاستی خب از تو چطور است روز؟ چی میگی؟ پیش از این چی کار میکنی؟ پیش از بیکار خالب کاریم خب امروز که بر آمدین کجا را گشته؟ بیا اینجا پالی از این کارت 4 گشت کسی نگفت که بر پاکی داره؟ خب یعنی امروز چند پیدا کنی قناعت میکنی خودت؟ هر چی که شود اما کمش چند زیادش چند؟ 100 شود 300 شود هر چی که شود دمو قناعت داری؟ این پیسه امروز برای دیگه تا صبح خدا میره با تک تنها ما در یالت نیست کل دنیا در یالت هست بالکل کل دنیا بدر انگار بدر برید بیشتر خانه بدر اینجوری رفت کار نداری خودمون میگه جام ما اینطور چی کنیم خودمون پاک میکنیم راست میگی خودت همین درس و کدام امید خوانده بودی؟ یعنی خوانده بودیم که بدر یک چیز میده شاید بدر یک انجینر یا بدر یک دکتر ما از خاطر مشکل خب هموطنان عزیز یک کسی که درس هم بخونه و مجبور به این شود کوچه در کوچه بگرده تا لالای ما میگه که اگر گلابری شما تشناب هم باشه به خاطر فامیل خود به خاطر خانواده خود ما امور انجام میتم که بکشم تا ای که اونا بدنشان گرم باشه و اشکمشان سیر باشه همه طور است نه؟ بیا توکل ما شما به خدای جانان برو ایسا برو خیره قربانت با عزت باشی این کمک هموطنا است خب فقط یک تحفه است دیگه نمیره ما بر شما مشکلات آمدیم بدر از غریبی آمدیم بدر که باش که بدر از خاطر یک جور بدر کردیم خانه ببریم بدر یک بود 5 نان بدر کل خورده ما بدر یا چوب ببریم بدر همه بدر یک خنک نخوره نو بدر رقم مشکلات زیاد شده درس خوندیم بدر خوندیم بدر اون اولاد ما تشناب باشه بدر هر کار باشه بدر گفتیم ما میکنیم بدر ما در قصش نیستیم بدر هر کار باشه ما میکنیم توکل خدا به خداوند کرده تو برام اینستا که دستای مره انت مونده انت پای مون بخی امت یخ دستای تو مولا کرده چی اولا برام نه خاطر کار
از خاطر کار بیادر این انتشار مزدود کاری کردیم نگه کردیم بیادر نشد حالا بیادر این از این 2000 توفه هموطناست خودت بگی خدا خیر این 2000 میلالایم بگیره تا کی را مصرف میکنه خیر بته با عزت خداوند باشی. روزایی که داشته باشی با عزت باش خداوند برات پوریا کنه دیگه چی قربان. کنیم برات دیگه چی خصم با عزت باشه ما فقط خداوند یک تو وسیله خیر هستیم بده. هموطنا را این میکنم ما انت دوستای که خداوند تو نیازمند خیر است بده. پیدا این میکنیم بیادر این کالای لکس ها میبریم بیادر این کالا را از مردم گرفتیم بیادر یعنی جعفر دفعه که امروز خونه کس بپوشیم بیادر حتی پالون از خودمونی بوت از خودمون است خداوند این تو را نام روی ما را آورد بالکل به این بالکل حالت به بیچارگی راست. خداوند شما را خیر بده با عزت باش خیلی برو بخیر هر باش مشکل اگه داشته باشی آسان قربانت کم بیکاری است مگه روزگار خرابه پیسه که چوب برشاو نداریم در خانه یک چوب در پیسه چوب نکشیم این چند رو کار کردیم خلاص در فامیل چند نفر هستیم؟ در فامیل 8 نفر هستیم 8 نفر حال چطور میل از جلال خانوک حالا هست؟ چطور کنیم خانه کس کم نکم سرشان میلردم خانه گرفتم مرا سنج دخکله حال تو امروز چرا بر آمدی؟ حالا چطور کنیم در خانه یک چوب بر صندلی شو آتش نداریم برآمده بسیار توکل بلا دیگر کارگر کی از غیر خودت؟ کارگر خانه بچه کار خانه خودم هستم پدرت کجا؟ پدرم در خانه است کار کردن نمیتونه بی سفید است وقتی سرچاو کار میکنه دیگه چرا صدا میکنه نمیتونه خواه در خانه است هموطنای اینی است روز و روزگار ما جوانای ما در چی حالتی می سفیدای ما طفلای ما طبقه ما تعامل کنیم واقعا دردآور است امروز باید چند پیدا کنی که بری خانه والا دو ساعت پیدا شد یک چوب بخرم دستک یک کیلوگرم بیار در خانه یعنی چی داره ببره والا نه چوب دارین نه خوراکه دارین باید انسانیت دیگه چی رقم انسان باشه که تعامل کنه بگی توی را لالا خب ما خب بر هر کس 2000 تخصیص داده بودیم فکر کنم که 3000 افغانی از کمک امی برادر ما رضا جان که 17000 روان کرده بود 14000 شب دوستا دادیم و 3000 مانده امیر خودت میتم برو بخیر یک چند سر چوب هم بخر باز دیگر روز اگه اینجا بودی باز خبرت میگیریم صحیح نه 1000 2000 3000 امیگه که بگی چیزای تجمع کو چتری رام کدید بگی صحیح سلامت باش یگان روز سر کار میایی که با چتری پیشت باشه برو بخیر اینجا من کامل من خدمت هستم قربانت بخیر باشه برو پناهگاه کت به خدا جمع کو بخیر دیگه مستقیم خانه برو بخیر خونه خوردی صحیح خب هموطنایی بود برنامه امروز که در آمد برف بر شما تقدیم کردیم میگه برف شادی هم میآفرینه اما برای کیها برای کسایی که در قصر زیست دارن یا برای این گونه اشخاصی که در روی جاده در جستجوی یک لقمه نان هستند ما در رو طرف برو کمه و امیدوار هستیم که در این روزهای سخت هموطنایتان فراموش نکنین سپاسگزار هستیم از برادر ما رضا جان که با جمع از دوستایشان همیشه کمک میکنن بر هموطنای عزیز ما و امروز هم به کمک از اونا 17000 افغانی را به هموطنای عزیز ما
که در این روز برفی پیسه یک سر چوب نداشتن و یا ای که یک سر آرد نداشتن برشان حداقل کمکشان رساندیم. با عزت باش. برو پناهگاهت به خدای نمت خدا پرتو برو وقت خوش.